سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 11 اپریل تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. بازداشت 4 بچه تاجیک برای کشتن یک نورس روس در چلیابینسک. منصبدار روس پیشنهاد کرده است که مهاجران را اندازه وزنین بندند. دامولا عبدالحنان برای ویران کردن توی جیانش به 6 سال زندان محکوم شد. باز یک زمین لرزه شرق تاجیکستان را تکان داد. سنگریزی در لب جر و هشدار سیل‌های نو و اکنون تفصیلات خبرها. 4 جوان زاده تاجیکستان از جمله 2 نابالغ در شهر چلیابینسک روسیه با اتهام دست داشتن در کشتار یک نورس 17 ساله ساکن این شهر دستگیر شدند. روز 11 اپریل سال 2023 دادگاه نویه سنترالنه 2 نفر آنها دانشجوی 20 ساله کالج منطقوی اورال شهران میروف و شریک او طاهر جلیلوف را به حبس پیشکی گرفت. تفتیشات محض شهران میروف را گمان شونده اساسی میشمارند و بر این است که محض او با یک ضرب کار نورس روس را به هلاکت رسانیده است. این مناقشه مرگبار شب 9 اپریل در یک مرکز بازی‌های کامپیوتری در چلیابینسک آغاز یافت. سپس طرف‌ها برای ادامه رزبار به کوچه برآمدند. در نتیجه بنا به اجرای ریاست تفتیشات ولایت چلیابینسک شب 9 اپریل در نزد یک بنا جسد ساکن 17 ساله محلی را با علامت‌های مرگ مجبوری و زخم کرد پیدا کردند. پلیس ولایت چلیابینسک خبر داد که با گمان دست داشتن در این کشتار 27 نفر از جمله 5 نابالغ را به شبهه‌های پلیس آوردند. در نتیجه چاره‌بینی‌های انجام شده کارمندان پلیس به صورت فوری گمان شونده اساسی را دستگیر کردند. در ادامه چاره‌بینی‌های فوری و جستجوی با 3 اشتراکچی دیگر مناقشه از جمله 2 نابالغ دستگیر شدند. گفته می شود در خبر خود تاجیک‌های دستگیر شده و نزدیکان آنها برای شرح قضیه دست نرسند، ولی مفتش در دادگاه نقل کرده است که حملگران به بدن خواننده مکتب هر کدامش نه کمتر از 1 ضربه زده، با این اراده او را شکستند و میروف او را 1 ضربه کورد زده است. شهران میروف در دادگاه گناهش را قسماً به عهده گرفته است، ولی گفته است که آنها این کار را در هیئت گروهی انجام دادند. در رابطه با کشتار خواننده مکتب مقامات تفتیشاتی چلیابینسک بر اساس ماده 105 قسم 2 بند ژ کودکس جنایتی روسیه پرونده جنایتی گشودند. این بند قانون برای کشتار از جانب گروه شخصان با مصلحت پیشکی یا در هیئت گروه همچون جزا از 8 تا 20 سال زندان یا حبس عمرباد را پیش بینی میکنند، ولی طبق قانون معیار جزای نابالغ نسبت به کلانسالان سبکتر است. الکساندر باستریکین رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه و از منصبداران نزدیک به پرزیدنت آن کشور ولادیمیر پوتین که با بیانیه‌های آشکارای ضد مهاجران و ملت‌گرایانه خود نام برآورده است، روز 11 اپریل سال 2023 در مصاحبه با خبرگزاری روسیه اینترفاکس پیشنهاد کرد که برای استفاده از نیروی مهاجران کاری انداز وزنین را جاری کنند تا که کارفرمایان را در روسیه مجبور کنند شهروندان روسیه را به کار بگیرند. به نظر من باید برای صاحبکارانی که نیروی کار از خود روسیه را استفاده میبرند مکانیزم‌های هوسمندگردانی اقتصادی تهیه کرده شده برای استفاده نیروی کاری خارجی برعکس انداز وزنین جاری کنند، اظهار داشته است باستریکین. او همچنین خواستار تهیه جدول زمانی با شهروندان روسیه عوض کردن مهاجران کاری شده از جمله پیشنهاد کرده است که تا شهروندان روسیه از مضافات را با اصول وقت به منطقه‌هایی که به نیروی کاری احتیاج دارند جلب بسازند. این در حالی است که بنا به آمار پایگاه فاین اکسپرتیز در سال 2022 به روسیه قریب 3.5 میلیون خارجی برای کار آمدند که نظر به 1 سال پیش 30% بیشتر است. نستاش وریم می نویسد که در پی حمله روسیه به اوکراین شماره رکوردی مهاجران از آسیای مرکزی صاحب شناسنامه‌های روسی شدند و این هم با وجود آن که خطر به جنگ اوکراین بردن آنها بالا رفته است. همچنین برخلاف پیشنهادهای اقتصاددانان شماره مهاجران کاری در روسیه افزوده به سطح تا دوران پاندمی برابر شده است. طبری از آمار وزارت کارهای داخلی روسیه برمی‌آید سال 2022 تنها زادگان تاجیکستان و قرقیزستان نظر به دوره تا جنگ ضد اوکراین بیشتر صاحب شهروندی روسیه شدند. سال 2022 در عموم 174,000 تن از زادگان تاجیکستان شهروند روسیه شدند
که این نظر به یک سال قبل 67% بیشتر است. شماره قرغزهای صاحب شهروندی روسیه در یک سال گذشته 22% افزوده است. بستری که در وقت‌های آخر هرچه بیشتر پرونده‌های ضد مهاجران را زیر نظارت خود می‌گیرد و در رسانه‌ها نیز به صورت فراوان ضد مهاجران اظهار نظر می‌کند. او از جمله ماه ینور سال 2023 اظهار داشت که مهاجرانی که از آسیای مرکزی شهروندی روسیه گرفتند باید در نوبت اول به جنگ ضد اوکراین فرستاده شوند. این منصبدار بلندپایه نزدیک به پوتین روز 13 ینور سال 2023 در مصاحبه خود با روزنامه روسیسکای گازета گفت آمارها نشان می‌دهند که شهروندان آسیای مرکزی از تاجیکستان و ازبکستان و قرغیزستان و اینچنین کشورهای قفقاز در 5 سال اخیر بیش از 1 میلیون نفر به طور عمومی شهروندی روسیه را گرفتند ولی از حزب عربی کناره‌گیری می‌کنند. بستریکن تاکید کرد که مسئله در نوبت اول به عملیات مخصوص حربی فرستادن مهاجران صاحب شناسنامه روسی شده دیده برآمده شود. روز 2 اپریل در مصاحبه با همان خبرگزاری اینترفاکس این نفر نزدیک به پوتین از افزایش جنایتکاری از سوی مهاجران اظهار نگرانی کرد. مورد نگرانی ویژه امور مربوط به جنایت‌های سنگین و خیلی سنگین است. سال گذشته برای صادر کردن جنایت‌های به مثل کشتار و قصد رسانیدن آسیب وزنین به سلامتی که باعث مرگ جبریده شده است نسبت به مهاجران 893 پرونده گشوده شد. این 5 مرتبه بیشتر از سال 2021 است. اظهار داشت. بستریکین گفت در عموم در سال 2022 درباره صادر شدن 4722 جنایت از جانب خارجیان گزارش شده است که این به گفته او 3 مرتبه بیشتر از یک سال قبل است. بستریکین از جمله زنوزنی‌های گروهی با اشتراک مهاجران را مثال آورده و گفت اکثر این زنوزنی‌ها از جانب زادگان آسیای مرکزی صورت می‌گیرند. اما منابع مستقل خلاصه‌های رئیس کمیته تفتیشات روسیه درباره در جرم جنایت غرق شدن مهاجران را برداشت مغرضانه و یک طرفه می‌شمارند و می‌گویند برخلاف تلاش‌ها برای جامعه تراشیدن تفسیر وامناک مهاجران از سوی بستریکن به صورت عموم سهم مهاجران در جمع جنایت‌هایی که همسالت در روسیه صادر می‌شوند خیلی اندک است. از جمله بنا به آمار وزارت کارهای داخلی روسیه با وجود آنکه شماره مهاجران در روسیه در سال گذشته بیش از 30% افزایش یافته است، شماره جنایت‌هایی که مهاجران صادر کردند همگی 10% افزوده است، نه 3 مرتبه‌ای که بستریکن ادعا کرده است. دادگاه ولایت ختلان روحانی 51 ساله عبدالحنان عثمانوف را که مانع با رقص و موسیقی برگزار کردن توی برادرزاده شده بود به 6 سال زندان محکوم کرده است. بنا به اطلاع دریافتی رادیو آزادی، حکم ساکن جماعت منتاباد نویه کوشونیان و امام خطیب مسجد این منطقه در آخر هفته گذشته اعلان شده. دادگاه عبدالحنان عثمانوف را در دعوت به افرادگرایی گوناگون شناخته است. وکیل مدافع دامولو عبدالحنان سید جبار علیف روز 11 اپریل به رادیو آزادی اعلان حکم را تصدیق کرده است اما تفصیلاتی نداده است. نظر خود دامولو عبدالحنان و نزدیکانش دسترس نیست. قبلا گزارش شده بود که عبدالحنان عثمانوف به دعوت به افرادگرایی عیبدار می شود و پروندهش را برای محاکمه به دادگاه ولایت ختلان فرستادند. دو منبع آزادی در مقامات تفتیشاتی روز 6 اپریل گفتند که پرونده روحانی 3 ماه باز تفتیش می شد و خودش در بازداشتگاه موقتی یا سزا قرار داشت. ویدیوی برای دعوت نوازندگان توی برادرزاده‌اش را ویران کردن این روحانی در ماه ینور موج واکنش‌ها را برانگیخته بود. رئیست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 2 اپریل سال 2023 از آشکار شدن یک حالت بدمستی شهروندان در ماه شریف رمضان و دغلانه ویران شدن ترتیبات جمعیتی از جانب آنها خبر داده و گفت این حالت در اساس ویدیوی توسط اینستاگرام به میلیس فرستاده یک شهروند آشکار کرده شد. میلیس پایتخت تاجیکستان گفت در اساس این نوار از جانب کارمندان مقامات میلیسیا شهروند ابراروف افتخار عباداللهویچ سال تولدش 1984 استقامت کننده شهر دوشنبه راننده ماشین تمغه مرسدس بنز رقم‌های قید دولتیش 0506 SK01 بازداشت کرده شد. در نوار ارسال نموده شهروند دیده می شد که 2 نفر زن خود را از لیوک یعنی از تریزه صف ماشین ابراروف به بیرون برآورده با عمل و حرکت و اشاره های غیر اخلاقانه همزمان با صدای بلند ترتیبات را
خللدار ساختند. خود ابرو را برای شرح قضیت دسترس نیست، ولی ملیتیا میگوید ضمن سنجش معین کرده شد که شهروند ابرارف افتخار توسط ماشین خود به فعالیت مسافرکشانی مشغول بوده. حادثه مذکور سانه 8 اپریل سال جاری رخ داده است. بنا به اطلاع نام برده انگام خدمت رسانی مسافربری به 4 شهروند که ظاهرا در حالت مستی قرار داشتند، 2 جوان زن قسمی از بدن خود را از تیرزه سقف ماشین او به بیرون برآورده ترتیبات را ویران کرده و حالت خطرناک را به وجود آوردند. این عمل چندین مرتبه تکرار یافته باعث ناراضگی شهروندان و دیگر اشتراکچیان حرکت در گشته است. راننده ابرارف افتخار به این عملکرد مسافران خود بی اهمیتی نموده ایراد جدی نگرفته است و آن 2 زن حرکت خود را ادامه دادند. وابسته به حالت مذکور نسبت به ابرارف افتخار برای بی اجازتنامه به فعالیت مسافرکشانی مشغول گردیدن طبق طلبات ماده 512 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده برای چاره‌جویی به دادگاه ارسال کرده شده است. به او بر اساس این بند قانون جریمه به مبلغ از 680 تا 1360 سومانی تعدید می‌کند. درباره به کجا رسیدن جستجوی آن 2 جوان زن بدمست در خبر چیزی گفته نشده است. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که 2 اپریل سال 2023 ساعت 17:40 دقیقه به وقت محلی در کیلومتر 12 روی ماشینگرد لب جر سنگوار ریزش سنگ به قید گرفته شد. برای راه اندازی کارهای برطرف کردن پیامدهای این آفت تکنیک مخصوص وزارت نقلیات جلب کرده شد و راه 11 اپریل سال روان پره از ریگ و سنگ و شغل تازه کرده شد. حالا حرکت ماشین‌ها به 2 سمت امکان پذیر گردید. این سنگریزش تلفات جانی و خسارات دیگر نداشت. به سبب تغییر آب و هوا، باران‌های پرشدت، احتمال ریزش سنگ، لغزش ترمه و یرچ در راه‌های کوهی وجود دارد و کمیته به این دلیل از شهروندان خواست تا قاعده‌های بی خطری را رعایت نمایند و به هشدارهای کمیته ولایت‌های فوق‌العاده، اگنتی هواشناسی و نهادهای دخلدار دیگر بیشتر توجه کنند. بنا به اطلاع دیگر کمیته ولایت‌های فوق‌العاده، خدمات ضد ژوله این نهاد از پرداب 15 موشک ضد ژوله در فضای بارانی نویه وحدت، ترسونزاده و یاوان در شبانه روز گذشته خبر داد. در گزارش گفته می شود که پرتاب این موشک‌ها امکان داد که از 5 حادثه ریزش ژوله که می توانست به کشتزارها آسیب رساند برطرف کرده شد. گفتنی است که این اولین خبر استفاده موشک‌های ضد ژوله در موسم بارانی سال جاری از جانب خدمات ضد ژوله کمیته ولایت‌های فوق‌العاده می باشد. هدف از این در فضا تبدیل دادن ژوله به باران است تا به کشتزار خواجگی‌ها ضرر نرساند. کمیته گفت مسئولات در این موسم برای رفع خطر ژوله صدها موشک به فضا پرتاب کرده می شوند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده همزمان با تکیه به معلومات اگنتی هواشناسی کشور خبر می‌دهد که بارشات در نویه کوهی و نزد کوهی نواحی تابع جمهوری ولایت ختلان، سوغد و غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان در روزهای 11 و 12 اپریل ادامه یافته خطر آمدن سیل‌ها امان وجود دارد. در شبانه روز نزدیک در دریاهای یوغسو، قزلسو و دریاهایی که از قطارکوه‌های ایثار جاری می‌شوند بلند شدن سطح آب، ریزش سنگ از کوه و دامنه‌کوه‌ها و یرچ احتمال دارد. در این رابطه کمیته از شهروندان خواسته است در این روزها از رفتن به ساحل رودخانه‌ها، ماهیداری و شکار یا برای غنچین ایزم و گیاهای شفابخش خودداری نمایند. بنا به خبر اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان 11 اپریل سال 2023 ساعت 2:24 دقیقه به وقت محلی در کشور زمین لرزه به قید گرفته شد. مرکز این زمین لرزه در 290 کیلومتری جنوب و شرق شهر دوشنبه و 30 کیلومتری جنوب و غرب شهر خوروغ مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان جایگیر شده. اقتدار زمین لرزه در مرکز آن 3 بال در شهر خوروغ 2 بال را تشکیل داده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان گفت بر اثر این آفت طبیعی یگان تلفات جانی و خسارات دیگر نیست. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده. هر سال در قلمروش صدها زمین جنبش ثبت می شود. بر اثر زمین لرزه شب 23 مارس سال جاری که مرکزش در اطراف دهه پلدارک نویه کوهستان مشچو بود، در مجموع 368 خانه از جمله در نویه کوهستان مشچو 318 خانه، در نویه رشت 32 خانه و در نویه نورآباد 17 خانه ضرر دیدند.
2 اپریل سال 2023 دل ادیب شناخته، پوبلیسیست، شاعر و آموزگار شکری ابراهیم در سن 88 از تپش بازماند. در این باره شاعر شناخته مقیم استرافشان رانو زردوخت در فیسبوک خبر داد و در گذشت شکری ابراهیم را تلفات بزرگ برای دایره ادبی استرافشان، محفل گل سخن، بخش استرافشانی اتفاق نویسندگان تاجیکستان و در عموم برای اهل زیای دیار بوستانی استرافشان نامید. شکری ابراهیم سال 1935 در دهه باغ کلان در کنار استرافشان به دنیا آمده است. شکری ابراهیم سال 1947 از پدر محروم گشت و تربیت او به ذمه مادر و خویشاوندان افتاد. او از خردی به کار و خواندن مشغول شد. اول در دهه‌شان، سپس 3 سال در مکتب میانه کمونیست دهه قلچه کلان تحصیل کرده. سال 1958 دانشگاه آموزگاری شهر دوشنبه را ختم کرد. او 1 سال در روزنامه کمسمال تاجیکستان همچون خادم ادبی فعالیت کرده. سپس به اسپرانتور دانشکده آموزگاری شامل شد و در موضوع روزگار و آثار بحرالدین عزیزی رساله نوشته. حکایه های این ادیب را به چاپ آماده کرد. شکری ابراهیم سال 1969 با سبب های وضع اولیوی از پایتخت به زادگاه خود برگشته. سالهای زیاد در مکتب به صفت آموزگار زبان و ادبیات درس میداد. شکری ابراهیم شاعر سرمسئول بوده. کتاب‌های چنار گویا، مکتوب از زندان، افسانه دل، حکایه و داستان حسن یک دسته، دانه‌های مروارید از او به یادگار ماندند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از رخ دادن باز یک صدمه مرگاور در راه‌های جمهوری خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد 2 اپریل سال 2023 تقریباً ساعت 15:00 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل ویکتور نیازوف پولاد سال تولدش 1979 ساکن نویه یووان هنگام حرکت با روی ماشینگرد چناق دوشنبه از طرف نویه ورزاب به سمت شهر دوشنبه با سبب‌های نامعلوم از عهده اداره واسطه نقلات نبرآمده به درخت کنار راه برخورده است. در نتیجه خود راننده و مسافران داخل افت-ماشین شریپوف محمد عطا سال تولدش 1968، بدلوف میری سال تولدش 1968، بدلوف بیروز سال تولدش 1975 ساکنان نویه یووان جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند و محکموف میرزی سال تولدش 1958 ساکن نویه مذکور که جراحت جسمانی برداشته بود در جای حادثه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخلی گفت اوید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. شرکت IRS مسئول نگاهبین روی دوشنبه چناق نیز با نشر یک عکس از جای حادثه خبر داد که این صدمه در کیلومتر 16 این شهرها به سبب در سر چنبرک خوابش بردن راننده اوپل رخ داده است. متاسفانه در نتیجه این صدمه 1 کس به هلاکت رسیده، 4 نفر جراحت برداشتند. به پیوندان نفر فوتیده همدردی بیان نموده برایشان صبر جمیل خوانیم. از رانندگان خواهشمندیم که هنگام حرکت در راه در ماه شریف رمضان که مخصوصیت‌های خود را دارد احتیاطکار باشند. نوشته از شرکت IRS. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌ها پرخطر به شمار می‌روند. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راه‌های جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده، 1197 تن دیگر مجروح شدند. در نتیجه برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 64 ساله ساکن شهر ترسونزاده که پیش با ماده 338 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است، اولای سال 2018 با راه فریب به باوری زن 30 ساله ساکن نویه نوروباد در آمده از او 40,000 سومون گرفته وعده داده است که غیر قانونی میدان 0.3 هکتار یا 3 سانتی قطعه زمین نزد اولگی را حجتگذاری کرده می‌آید. همان نامبرده وعده‌اش را اجرا نکرده، مبلغ به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 41 ساله ساکن نویه اسپیتامین با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده 8 اپریل سال 2023 تقریباً ساعت 16:30 دقیقه با راه پنهانی به خانه استقامتی مرد 41 ساله ساکن نویه مذکور در آمده. از آنجا 2 سر چاروای میده شاخدار را دزدیده از جای حادثه غایب شده است. ضرر رسانیده شده 3000 سومونی را تشکیل می‌دهد.
اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.